هر سال توی وگاس یه مسابقه برگزار میشه به نام مانستر تراک جم که کلا این ماشینای غول با راننده هاشون میان شامورتی های خیلی خفن میزنن و کلا پشم برگ های همه رو میریزونن. به به. یه سری ملقای خفن میزنن، از این ور میپرن اون ور. یکیشون اومد 360 چرخوند اون ماشین غول رو. یکی دیگه اومد و جوری با مغز خورد زمین که همه فکر کردن راننده بیچاره دهنش سرویس شد، ولی راننده اومد بیرون، دست تکون داد، یه ملقم زد که آقا جون ناراحت نباشی من خوبم. بعد ما دیدیم که دارن یه رمپ جدید اضافه میکنن، باد زدن و بزرگش کردن، گفتیم به به موتور پرشی ها قراره بیان. آقا موتور پرشی میگم یه چی میشنوین، شامورتی اینا بودن. یه جوری کله ملق میکردن و از این ور میرفتن اون ور موتور که دیگه